فرصت برای میداوودی، اشتباه والری الکسانیان ضربه‌شو میزنه. میلاد میداوودی توی تیر دوم فرصت برای این تیم و توی دروازه صنعت نفت آبادان باز میشه. یه بار دیگه مرور کنید. ارسال عالی، ضربه سر برای دقاقله، فرصت برای خالقی فر. ماچادو حالا ضربهشو میزنه، فرصت برای دقاقله و توپی که به بیرون میره، توپ کورنر میره. کوتاه کار میکنن ماچادو، فرصت برای صنعت نفت، ارسال بلند، یه موقعیت خوب برای خالقی فر. ضربه دیدنی برخورد تیرک عمودی دروازه و توپی که لوئیس فرناندو سانتوس رو مغلوب میکنه. روح الله عرب میتونه موقعیت سازی بکنه، ارسال روی دروازه، یک ضربه و چیزی نمونده بود که دروازه تیم آلومینیوم برای دومین بار پیاپی باز بشه. حالا خود دقاقله از راه میرسه، توپ رو از آن خودش میکنه، ارسال روی دروازه، یک ضربه سر. پاس رو به جلو برای میداوودی در اون منطقه جریمه، یک ضربه و توی دروازه. خود سیامک سرلک ارسال برای دقاقله، یک ضربه دیدنی و عکس تماشایی سانتوس. ارسال کوتاه برای دروازه، یک ضربه دیدنی و بازم عکس تماشایی از فرناندو سانتوس. این هم مشابه مرتضوی بازم سالهای دهه 70 تیم نفت، یک ضربه دیدنی و گل توی دروازه. گل تساوی به ثمر میرسه. گوینده ورزشگاه نام روح الله عرب رو به عنوان زننده گل عنوان کرد. میداوودی برخورد تیرک افقی دروازه و تو به بیرون میره.